بله، سلام مجدد و امشب با یک مهمان ویژه در خدمت شما هستیم، آقای دکتر رسول شاهسوانی. عرض سلام و ادب. خوب هستین آقای دکتر؟ به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه با آنستان. با انرژی آقای شاهسوانی دلیل اینکه بی انرژی 6 صبح رسیده ایران و همش در حال دویدن بوده. ما بعد از اینکه از فرودگاه آوردیمش تو برنامه بخاطر یه ذره خسته است. کجا نشید داشتید شما؟ در خدمت شما هستم. بنده آلمان بودم و امروز در خدمت شما هستم. چه خبر بود آلمان؟ تفریحی بوده یا کاری بوده؟ آخر من با عرض کنم که من دانشجوی دکترای دانشگاه نورنبرگ هستم در رشته مهندسی مکانیک، گرایش رباتیک و مکاترونیک. خیلی تفاوت پیمان با خودت. بله باعث خوشبختی من است که امروز در جمع شما دوستان عزیز و برنامه خوبتون هستم. خواهش میکنم و همینطور. آقای رسول شاهسوانی از نخبگان و مخترعان برتر و پیشکسوت کشور هستند که چندین دوره مدال جهانی مسابقات اختراعات و برای جشنواره خوارزمی جوان برتر ایران کلا تمام مقام‌ها رو درو کردن و از ایران رفتن. خدا رو شکر که الان خیلی خوشحالن که شما چند سال از ایران رفتین. خب چه خبر از آلمان؟ چه خبر از تحصیل؟ چه خبر از درس؟ اونجا خوبه اوضاع همه چی؟ خدا رو شکر. ولی خب با توجه به اینکه من اگه بخوام یه بیوگرافی خیلی مختصر از خودم بگم و بعد بحث باز کنم، این بود که خب من در ایران مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک رو همزمان خوندم و پس از اون از دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک فارغ التحصیل شدم. بله، دانشگاه تربیت مدرس. و پس از اون خب تصمیم گرفتم که در خارج در آلمان به این دلیل که در رشته‌های صنعتی مخصوصا مکاترونیک و رباتیک تقریبا حرف اول دنیا رو میزنه و ارتباط بسیار نزدیکی با صنعت داره، خب دکترامو شروع کردم و امروز هم پروژه‌های تحقیقاتیمون در حوزه ربات‌های هوشمند و بیومکاترونیک که برمیگرده به مهندسی پزشکی کارمون رو پیش میبریم. بله، الان دقیقاً رو چه پروژه‌ای دارین تو آلمان کار می‌کنین؟ موضوعی که الان هست و ما روی این تز داریم کار می‌کنیم روی یک ربات هوشمند به نام باکستر هست که ما روی گیریپرها، حالا من وارد جزئیات نمیشم، در واقع یک نوع پنجه‌ای که اینا کاربردهای مختلف دارن، یعنی بتونن با دقت بالایی و با امنیت بالایی در حوزه‌های مختلف از جمله در مونتاژ صنعتی مثل فرض کنید یک بردهایی که در زیمنس برای قطعاتشون استفاده میشه، یا در حوزه پزشکی که در آینده ربات پزشکی به سمت ربات جراحی و همچنین توی کاربردهای دیگه توی بحث کشاورزی و موارد دیگه که زیاد هست استفاده یه پروژه دیگه من شنیدم دارین راجعش کار میکنین که پروژه آینده هستش برای کنترل خونه و بچه‌ها و اینها که تو آلمان داره اجرا میشه و شما الان تو اون پروژه مشارکت کنین. اون چیه؟ این پروژه خب یک پروژه مشترکی است بین دانشگاه و از یک طرف شرکت‌های صنعتی و از یک طرف خود دولت آلمان که هدف این است توی این پروژه با توجه به اینکه سن سالمندان توی آلمان خب می‌بینید که اوریج سنی خیلی بالا هست، اینا دارن به سمتی پیش میرن که ما بتونیم از یک طرف خانه‌های مستقلی داشته باشیم که سالمندان به جای اینکه تو خونه سالمندان زندگی بکنن توی خونه‌های خودشون زندگی بکنن و این ربات هوشمند اینا رو تحت کنترل داشته باشن و اگه اتفاق خاصی برای اینا قرار است بیفته به اینا یک امنیت کاملی رو بده و همچنین این میتونه توی بحث کودکان ارتباط داشته باشه که این پروژه 4-5 سالی از شروع شده و انشالله برای آینده. من یک سوالی بپرسم. خیلی وقتا علم داره پیشرفت میکنه و خب خیلی هم خوبه، خیلی جذابه، ولی یه وقتا انگار که روابط انسانی و عاطفی داره زیر سلطه تکنولوژی قرار میگیره. به طور مثال اگر امروز یه پرستار از یک بچه نگهداری میکنه، خب اون یه حسی بینشونه، میفهمه چی میگه، درک میکنه. اگر قرار باشه پیشرفته ترین ربات هم، دارم میگم پیشرفته ترین ربات هم این کارو انجام بده، وقت چه بلایی سر اون بچه میاد؟ بچه‌ای که با یک ربات بزرگ شده تو این دنیایی که حالا تو آلمان داریم، مثلا پدر مادر دائما دارن کار میکنن، این بچه با ربات ارتباط برقرار میکنه، این آیندهش چطوری خواهد بود؟ دقیقاً خیلی نکته جالبی رو اشاره کردین. البته همه نکته‌های شما جالبه. من میخوام بحث کلیش رو بگم، شما کامل درست میفرمایید، ولی ما با این توسط این ربات‌های هوشمند هدفش اینه که بیا کارهای زجرآور رو خارج بکنه. فرض کنید کسی که سالمندن توی سن 90-95 سال قادر به انجام خیلی از کاراشون نیستن و معمولا حالا این جور سنین میبینی که پرستارا 2 ماه یا 3 ماه عوض میشن به این دلیل که کشش فکری و روحی ندارن.
ما می‌خوایم این ربات هوشمند بیان در کنار اینها باشه. یعنی قرار نیست که بحث پرستار و اون مورد عاطفی که به درستی اشاره کردیم حذف بشه، ولی خب قرار است یک سری کارهای که دقیقاً و با توجه به اینکه خب هزینه خیلی میتونه کاهش پیدا کنه و خیلی از کار تکراری است. فرض کنید خب سالمندان بعضی موقع دچار فراموشی میشن، یک سری کارایی رو غیر اتفاقی دارن انجام میدن و پرستار هر لحظه کنار اینا نیست، ولی یک ربات هوشمند دائم داره اینا رو مانیتور میکنه، یعنی اجازه نمیده که بتونن صدمه به خودشون بزنن. تو این بحثا خب میتونه ربات خیلی کمک کنه، ولی به معنای این که بخوام عوامل انسانی رو حذف کنیم قطعا نیست. تو ایران توی دانشگاه سطح اول ایران تحصیل کردی، الان تو آلمان دارین توی دانشگاه سطح اول اروپا تحصیل میکنین. من میخوام این فرق اساسی این دانشگاه و اتفاقی که اونجا میفته و اون خروجی که اونا دارن و این اتفاقی که ایران میفته و خروجی که تقریبا خیلی کمه تو ایران چیه؟ این فرق اساسی چیه؟ بحثی که مطرح فرمودید بحث خیلی گسترده‌ای است، ولی اگه من بخوام یک سری نکات اساسیش رو عرض کنم توی بخش‌های مختلف، اگه بحث آموزش رو بخوام بگم میتونم بگم که قطعاً کسانی که فارغ التحصیل ایران میشن و توی ایران تحصیل میکنن به لحاظ کیفیت آموزشی، حتی اگه نگم کیفیت بالاتری دارن، کیفیت پایینتری دانشگاه خودمون نخواهند داشت و ایرانی ها هم نشون دادن که هر جای دنیا باشن به لحاظ آموزشی بالاترین کیفیت رو حتی در دانشگاه خارج دارن. بحث دوم اگه به لحاظ پژوهشی بخوایم بگیم، میتونیم بگیم دانشگاه خارج پیشرفت خیلی بهتری دارن و دلیل اصلیش بحث زیرساخت‌ها و بحث تکنولوژی که دارن. و من فکر میکنم حالا یک بحثی که ما در این زمین عقب افتادیم بحث تجهیزات بوده که حالا شاید یک بخشیش به بحث تحریم هامون برمیگشته و یک بخشیش هم که واقعا بایستی از سمت دولت محترم، وزیر علوم، وزارت بهداشت کمک بشه، یک بودجه های اختصاص داده بشه به زیرساخت آموزشی مخصوصا تو حوزه تکنولوژی که حداقل ما یک سری سازمان‌های پژوهشی داشته باشیم که این امکاناتشون رو همونجور که خودتون هم مستحضر هستین توی حوزه واقفید در حوزه علمی و پژوهشی، واقعا خیلی هستن در ایران که ایده‌های خیلی خوبی دارن، پژوهش‌های خیلی خوبی دارن، ولی زمینه برای کار کردن نیست. درست. من تفاوت عمده‌اش بخوام بگم که در خارج در دانشگاهش و در حوزه‌های پژوهشی مؤسساتی که وجود دارن تکنولوژی‌های خیلی خوبی دارن، زیرساخت‌های خیلی خوبی دارن که به راحتی در اختیار می‌ذارن و به این دلیل خب به لحاظ پژوهشی قوی‌تر عمل می‌کنن. متشکرم. آقای شاهصفوانی، راجع به محدودیتایی که تو کشورمون داشتیم صحبت کردیم. شما به عنوان داور بین‌المللی، یه پژوهشگر بین‌المللی، خیلی از نمایشگاه‌ها، مسابقات و رویدادهایی که تو کل دنیا اتفاق میفته رو دیدید و دیدین که آخر این رویدادها خیلی جالبه، خیلی از این ایده هایی که میان مثل همین استارتاپ ویکندایی که آرش میگفت، ولی اونجا به صورت عملیاتی واقعا به محصول تبدیل میشن. یعنی سرمایه‌گذارا میان، مخترعین هم میان، صاحبان فکر میان، صاحبان ایده میان و با هم دیگه جوین میشن و حالا اون تجاری سازی اتفاق میفته. خب تو کشور ما یه خورده تو این سالها ضعیف بوده، با توجه اینکه رشد داشتیم ولی خب از سال قبل خیلی ضعیف بوده. به نظرت باید چیکار کنیم و الان چه اتفاقی بیفته که ما هم مثل اونها یک قدمی برداریم و به این برسیم؟ با توجه به اینکه من فکر می‌کنم پتانسیل خیلی خوبی در حوزه ایده ها در کشور مطرح شده در چندین سال اخیر و فکر می‌کنم بحث همین جایزه بزرگ اختراعات ایران که کلیک خورده و بحث آکواریوم فناوری، یعنی سیستم و پروسه‌ای که شکل گرفته از این بابت که ایده هایی رو که به محصول اولیه تبدیل شده و بعضاً ثبت اختراع شدن رو میاد ارزیابی میکنه و اینهایی که قابلیت تجاری سازی دارن و میتونن به یک ایده تجاری تبدیل بشن رو این روندش رو انجام میده. خب ما نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلاتی در حوزه پژوهش و صنعت اون هست خیلی سریع حل بشه، ولی خب بایستی یک زیرساختی رو درست کنیم که این زیرساخت بتونه در یک چشمانداز که حالا میتونه بررسی بشه 5 ساله یا 10 ساله بتونیم به عنوان یک الگویی که کشورهای دیگر رو برای خودمون میگذاریم به این سمت بریم. من فکر میکنم این خودش میتونه یک روند خیلی خوب باشه و استارت. البته این چیزی که من گفتم ضعیفه، ما ضعیف نیستیم واقعا، چون آقای شاهصفوانی میدونه بچهای ایرانی هر ساله تو المپیادها، مسابقات جهانی و نمایشگاه‌ها بیشترین تعداد مدال میان. یعنی ایرانی‌ها که میرن خودت می‌بینی همه برای دومی و سومی دارن میجنگن، ولی بحث نگران کنندش اینه که
اون چیزی که انتظار داریم تا الان اتفاق نمیافتاد. یعنی این اتفاق میفته ها، یعنی شاید ما هم سطح کسی کشور اروپایی داریم رشد می‌کنیم تو این حوزه، ولی انتظار ما خیلی بیشتر از این است. می‌بینی چرا؟ شاید توقعمون بالاست. خب باید بالا خوبه باشه. یعنی چون میگم اینکه نتیجه‌ای که داریم میگیریم توی دنیا تو حوزه‌های بین‌المللی خیلی خیلی متفاوته با کشورهای دیگه. مثلا یه سری کشورها مثل هند و چین و اینها میان اونجا رقابت میکنن، ولی ما همیشه با اینکه تعداد نفراتشون همیشه تو مسابقات زیاده، ولی همیشه تعداد مدالای ما بیشتر بوده. این اتفاقا افتاده. به نظر تو دانشگاه‌های ما چه اتفاقی باید بیفته؟ این دانشگاه‌ها شاید مبدأ اصلی تبدیل علم به ثروت باشن، جایی که کسایی که دنبال علم هستن و دارای ایده هستن محل رشد و نموشون از دانشگاه است. اونجا باید چه اتفاقی بیفته؟ اینا همش یه سوال بودا. از اون موقع که شروع کرد تو این 3-4 دقیقه همش یه سوال. جناب سرحدی خیلی خیلی سوال خوب مهمه. تشریح میکنن مسائل رو که دوستان در شما فقط بگید بله یا خیر. این جبر زمانه. ولی خب آقای سر موضوع جالبی رو اشاره کردن، ولی واقعیت اینه که دانشگاه ما به این سمت باید بیان که از بحث تئوری محور به سمت این که در واقع بایستی خب اساتید ما در واقع نگاهشون از سمت تئوری و پایان نامه‌ای به سمت عملی تر بیاد و خوشبختانه من فکر می‌کنم تو این چند سال اخیر اتفاق افتاده و خود اساتید و دانشگاه به این نتیجه رسیدن که کارهای تئوری بیس و مقاله‌ای خیلی جوابگوی نیازهای جامعه و صنعت نیست و خوشبختانه این اتفاق داره میفته و خیلی از اساتید بزرگوارمون به این سمت دارن میرن و این جای خوشبختی. میشه چند نمونهشو بگید برای ما؟ چون من میخواستم بپرسم که شما چند سال پیش احتمالاً تو جشنواره خوارزمی شرکت میکردید، یه اتفاقات خوبی میافتاده، رفتید تحصیل کردید و دوباره الان برگشتید، حالا یا میمونید یا برمیگردید، الان مهم نیست. خودم تفاوتی که ایجاد شده حالا از اون موقع تا الان و این تغییراتی که میگید انجام شده چی هست میشه برام بگید؟ ببین من بخوام حالا یکم واضح‌تر بگم که قابل فهم عموم باشه. ببینید توی دانشگاه ما مثلا چندین سال پیش اینجوری بود که خب شما وقتی که دانشجوی ارشد بودی یا دکترا تا این که حالا حتی فکر میکنم یعنی یه چیز کلیه دارم فکر میکنم حتی شما تا مقاله ISI یکی یا دو تا در مقطع دکترا و توی کارشناسی ارشد یعنی یک مقاله نمیتونستی دفاع کنی و معمولا به سمتی میرفتن که این از لحاظ تئوری بتونه یک بیسی رو عوض بکنه. ولی خب الان اساتید ما خیلی شاید این براشون مهم نباشه و خیلی استقبال میکنن از دانشجویی که ایده های خوب داشته باشن و پایان نامه های عملی تعریف کنن. عملی به این معنا که بتونن مثلا در حوزه فنی مهندسی یک دستگاهی رو بسازن که این دستگاه بتونه یک نیازی از جامعه رو حل بکنه و این نگاه میتونه به صنعتی شدن کشورمون یعنی پیشرفت صنعتی بیشتر کمک بکنه و شاید الان من خیلی از اساتید بزرگوار رو میشناسم در دانشگاه مطرح کشورمون که دیگه خودشون هم استقبال میکنن که حتی یک محصولی تولید بشه هرچند مقاله‌ای مثلا داده نشه مقاله ISI خب به یک کنفرانسی اکتفا میکنن ولی خب بیشتر به سمت پتنت و ثبت اختراع گرایش پیدا کردن که دقیقاً در خارج به این سمته. یعنی شما حتی میتونی ببینید دانشجوی دکترایی که بدون مقاله ISI دفاع میکنه ولی در این روندی که طی کرده 2 یا 3 اختراع داره، یک نیازی از یک صنعتش و جامعهش رو حل کرده و من فکر میکنم نهایت یک پژوهش باید بتونه تو جامعه هدفش بیاد و این میتونه مشکل رو حل بکنه. ما باید به این دیدگاه یه سوالی من می‌خوام از شما بپرسم. شما حدس می‌زنید با صحبتایی که آیشه آسمانی کرد، آیشه آسمانی اهل کجا باشه اصلا؟ کجای ایران؟ لهجه‌شون که خیلی جنوبی؟ یه تأکیدی رو قاف دارن ولی نمیدونم جنوب؟ خب نه کجا جنوب؟ کجا؟ آبادان؟ نه. سمت مشهد. اهواز؟ بیا بالا. خرمشهر؟ آیه رو شما باید بگید. من چرا باید آیه شاهزاده شما اهل کجا هست؟ من فکر می‌کنم خب چون توی محیط‌های مختلفی بودم لهجه خیلی عوض شده ولی خب اینجا سلام می‌کنم به مردم خوب استان فارس، شیراز که محل زندگیم هست. به به.